درود شنونده های گرامی. سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتاری 23. فرزند فرزانه ملت نصرت الله مقسوم در این دوره از پیشرفت ساحات خواجگی خلق، آبادی و سعادتمندی ساکنان دیار افتخار میکرد. او شکرانه آن را میکرد که در آبادی مملکت نوبنیاد تاجیکان حصه ارزنده میگذارد و خرسندی و قناعتمندیش را در مقاله خویش 5 سال مبارزه و بنیادکاری که همان سالها در روزنامه سویتسکی تاجیکستان چاپ شده بود بیان نمود. درباره دستاوردهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خلق تاجیک در دوام سالهای 1925-1930 با دلیل‌های زیاد سخن گفته است، اما هنوز در وادی‌ها قوه کاری نمی رسید. از نواحی کوهستان کلاب و غرم و وادی وقیا نفوذ اهالی زیاد شد. در این مناطق تأمین اهالی دشوار بود. نصرت الله مقسوم این مسئله را بار دیگر مورد تحقیق قرار داد. به وادی آوردن مردمی که تبارشان تاجیک است برای مستحکم گردیدن دولت تاجیکان از منفیت خالی نیست اندیشه میران نصرت الله مقسوم. آخر این مردم به اختیار خود در بلندی هایی که آشیان نگرفتند که بلکه در نتیجه فاجعه های زیادی بالای ملت آمده اجباراً ترک وطن های بابایی کردند. وقتی آن رسیده است که به خاطر احیای دوباره دولت تاجیکان منزل های ناآباد تو قیزارها و قمیزدارهای کس ناگذر آباد شوند. او اندیشه های خویش را به هم مسلکانش بیان می نمود. از آنها مصلحت می پرسید. بالاخره به خلاصه آمدند که باری دیگر برای عملی گردانیدن مهاجرت مهنتی تدابیری ضروری اندیشیده شود. این همان روزهایی بود که ساختمان بزرگ انشاءات وقت آغاز یافته بود و این ساختمان به کارگر زیاد محتاج بود. نصرت الله مقسوم به تمام سرزمین جمهوری پیاده و سواره سفر کرد و به خلاصه آمد که برای رشد ساحه‌های خواجگی خلق لازم می آید وادی وقت را آباد کرد. هنوز سال 1926 این مسئله دقت او را به خود جلب کرده بود. به هر واسطه حضور راهبران دولت جوان شوروی از جمله یوسف ویساریونوویچ استالین اطراف این مسئله برای تاجیکان مهم ابراز نظر می نمود. مهاجرت مهنتی نیز از جمله کارهایی بود برای عملی گردانیدن این نیت خیر عملی می شد. به استفاده دادن زمین‌های بیکار خوابیده وادی وخش نه تنها برای انکشاف ساحه کشاورزی مفید است می گفت او، بلکه در آینده با بنیاد شهرهای نو می توانیم در این موضع ساحه صنعت را ترقی دهیم که برای جمهوری ما خیلی مهم است. در بعض ناحیه‌های دوردست جمهوری زیچه اهالی به نظر می رسد، اما در این موضع دشت و هموار بجز در رنده و پرنده جانزادی دیگری نیست. سال 1928 تحت سروری ستریکوف با مقصد آموزش زمین‌های وادی وخش در اساس سفارش حکومت جمهوری شوروی سوسیالیستی مختار تاجیکستان گروه کاری تأسیس داده شد. این گروه کاری سوار اسب بیش از 3 ماه در وخش به کارهای کافتکاوی و آموزشی مشغول بود. اکسپدیسیون مذکور کاری بزرگی را انجام داد. آنها بعد تحقیقات همه‌جانبه بیش از 90,000 هکتار زمین کارشایم را برای استفاده پیشبری نمودند. پیش از همه اثبات کردند که زمین‌های وادی
برای کشت پخته خیلی موافق می باشند. پیشنهاد اکسپدیسیا به نصرت الله مخصوم قوه و توانی نو بخشید و پی آبادی وادی وحش از پیشتره بیشتر سعی و تلاش می کرد. بالاخره در مسکو به پیشنهاد او که با دلیل و برهان قوی اساسناک می شدند باور کردند. 15 سپتامبر سال 1931 ساختمان وحش آغاز یافت و آن را وحشترای نامیدند که یکی از ساختمان‌های بزرگی عصر حسابیده می‌شد. ارزش ساختمان موافق لایحه 155.7 میلیون سوم را تشکیل می‌داد که این مبلغ برای حکومت جوان شوروی خیلی زیاد بود. کسی باور نداشت که وادی وحش آباد می شود. به نظر بسیاری ها افسانه می نمود. مهمانان می آمدند و بیابان خالی و تو قیزارها و قمیشدارها را دیده به خلاصه می آمدند که آباد نمودن این ویرانه کار فرزندی آدم نیست. همان سالها با دعوت حکومت شوروی مهندس مشهور امریکایی لودویگ گوردن به SSSR آمده بود. هنگام سیاحتش سال 1931 در جمهوری تاجیکستان به وادی وحش سفر کرد و اندیشه های رهبریت جمهوری را شنیده با تمسخر سر جنباند. وی در مجلس شورای کمیسران خلق جمهوری سخن کرده گفت: شما مردم خیال پرستی صاحب استعدادید. من سالهای دراز عاید به سیستم آبیاری کنی سر کار دارم. در امریکا با دانش و مهارت بنده باور دارم. من به همه کار از روی عقل سالم بها میدهم و امروز آنچه اندیشه‌ای که شما درباره وحش دارید هیچگاه کرای گفتن نمی کند. آدمیزاد تا امروز چنین کار بزرگی تخیلی را در حیات تطبیق نکرده است. خاصه در بیابان که برای آدمان شرایط وجود ندارد آبادکاری خیالی محال است. اما اندیشرانی های مهندس امریکایی اراده رهبریت تاجیکستان را شکستن نتوانست. آنها ناامید نشدند. انسان از عهده همه کار برآمده میتواند. تأکید میکرد نصرت الله مخصوم. او میتواند با زور اراده و عقل سالم خارستان را به گلستان تبدیل دهد. از جمهوری های فدراسیون روسیه، اوکراین و بلاروسیا برای کار بهترین متخصصان دعوت کرده شدند. این دوره خدمت اعضای حزب کمونیست و کمسمال خیلی کلان بود. جوانهای قابل و کاردان با دعوت کمسمال به وحشترای می آمدند. مهاجران نو آمده در یک شرایط دشوار کار و زندگی می کردند. آنها به بنیاد خانه استقامتی بعد کار وزنین مشغول می شدند. بعضی ها شبانه تا از پا افتادن کار می کردند. روز دیگر از خواب برخاسته پیاله چای و برده نان را شتاب زده تناول می کردند و پی کار می رفتند. کسی شکایت نمی کرد از مشکلی کار. آنها به سرور دولت تاجیکان و دستور و هدایت های حزب کمونیست باور داشتند که محض تحت رهبری سرور جانفیدا تمام نشاندادهای حزب کمونیست در تاجیکستان عملی می‌گردند. وادی وحش روز چنان سرسبز و خرم می شود که طعنه به باغ ایرم خواهد زد. و بعد مهندس مشهور امریکایی لودویگ گوردن را به تماشا می‌آورد. نصرت الله مخصوم به پیشرفت همه ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری دقت می‌داد. دوستای شیرین قصه‌اش را ادامه می‌دهد. معلم پیر او به فرهنگ ملی توجه زیاد داشت. ماست در دوره راهبری وی در تاجیکستان نوبنیاد تئاترهای نخستین ساخته شدند. کتاب بهترین دوست انسان است به اطرافیانش می گفت نصرت الله مخصوم. کتابخوانی به انکشاف معنویات انسان تأثیر کلان رسانده می تواند. مردم ما طول عصرها
کتاب را مقدس می‌دانستند. بیهوده نیست که مادر تاجیک در گهواره بالای سر طفل کتاب می‌گذارد و ما لازم است که به این مسئله دقت جدی دهیم، تاکید می‌کرد نصرت الله مقسوم. بنیاد کتابخانه‌های نخستین در شهر استالیناباد و شهر و نواحی دیگر جمهوری نیز تشبث وی بود. بر رشد ساحه کینا نیز دقت می‌داد. کامل یارمعطف در یادداشت‌هایش این نقطه را فراموش نکرده است و می‌نویسد: نصرت الله مقسوم مردی عادی و خاکساری بود. میان مردم آزادانه گشت و گذار می‌کرد و هر کس می‌توانست سخنش را بی واسطه به او بگوید. باره شاهدی واقعی بودم. آن سالها من در استودیوی کینای تاجیک کار می‌کردم. دیدم که رهبری اول دولت تاجیکان از راه مرکزی پایتخت می‌گذشت و در پشت جیوان کتابی کلانی را پشتواره می‌برد. وی زیر بار گران آسوده قدم می‌گذاشت. نصرت الله جوان مردی با قوت و چست و چالاک بود. وی بی‌پروا بود. وزن جیوان برایش هیچ بود. آخر وی سالهای پیشین آنقدر بارهای وزنین را پشتواره کرده بود که حسابش گم. رهگذرها به وی اهمیت نمی دادند. اکثریت نصرت الله را شناختند. می دانستند که این مرد رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری تاجیکستان است. با احترام به وی سلام می دادند. دیرکتر کیناستودیا نوروزوف دویده نزد وی رفت. شما بورتان را به زمین مانید؟ صدا بلند کرد نوروزوف با زبان روسی. من آن را برداشته میبرم. نصرت الله مقسوم با زبان تاجیکی به وی گفت: مرا به حالم مانید. اگر شما یاری رساندنی باشید، مرحمت به آن موی سفیدی که مدار راه گشتن ندارد مدد کنید. انا همین خیل آدم بود نصرت الله مقسوم. نه تنها سپارش میداد بلکه در اجرای همه کار سهم میگذاشت. نمونه عبرتی دیگر راهبران میشد. کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با سروری فرزند سرسپرده ملت نصرت الله مقسوم 9 فوریه سال 1930 به کشاورزان وطن دوست مملکت با مراجعت نامه خطاب نمود و آنها را برای آباد نمودن گوشه های خرابزار کشور دعوت کرد. در این حجت مهم ضرورت مهاجرت مهنتی بار دیگر تأکید می شد. حزبیان و منصبداران دولتی وظیفه‌دار کرده شده بودند که حقیقت حال را به کشاورزان فهمانند. تمام کمونیستان و خدمتیان دولتی با مقصد توسعه دادن کارهای تبلیغاتی سفربر کرده شدند. در دهه‌های خرد و دوردست کوهستان برای براهماندن مهاجرت داخلی با مردم صحبت می‌کردند، اما کار نتیجه خوب نداد. انجمن 4 شوراهای جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که ماه فوریه سال 1930 برگزار گردید، بار دیگر مسئله مذکور را مورد محاکمه قرار داد. این مسئله در معروضه حساباتی رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نصرت الله مقسوم و هم در سخنرانی رئیس شورای کمیسران خلقی جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم حاجیبایف مورد گفتگوی جدی قرار گرفت. نصرت الله مقسوم در معروضه‌اش راهبران حکومت‌های محلی را تنقید کرد. از آن اظهار ناراضگی کرد که راهبران حکومت‌ها برای بهتر نمودن شرایط زندگی مهاجران مهنتی در جایهای نوی استقامتیشان دقت جدی نمی‌دهند. سبب همین است که یک قسم مهاجران به مشکلات تاب نآورده دوباره به زادگاه خویش برمیگردند. با چنین راهبران بی‌پروا که غم خلق مهنتکش را نمیخورند مراسا کردن ممکن نیست. از صف آزاد باید کرد. اگر ما تا امروز تاکید کرد نصرت الله مقسوم مهاجران مهنتی را بیشتر از نواحی قراتگین و درواز می آوردیم، ضرور می شمارم که در آینده جغرافیا را نیز وسیع کنیم و
به نظر گیریم. یعنی مهاجران مهنتی را از دیگر گوشه و کنار جمهوریمون باید به آباد نمودن گوشه های ناآباد سفر بر نماییم. کمیسر خلقی زراعت نیازف نیست سبب های به وطن برگشتن مهاجران را تحلیل نموده تأکید کرد که یکی از سبب های اساسی رخ دادن حالت های مذکور به اهمیتی ارگان های دولتی می باشد که مهلت قرض دولتی را رعایت نکرده بعد چند ماهی دادن قرض کوشش میکنند به هر واسطه تأثیر رسانند و قرضداران مبلغی گرفتهشان را فوری برگردانند. به نظر نمیگیرند که آیا مهاجر امکانیت برگردانیدن قرض را دارد یا نه. همین طور در انجمن مسئله خیلی خوب بررسی شد. نقصان و کمبودی ها در کارگزاری نیز آشکار کرده شدند. در لحظه های جنبش نمودن انجمن نصرت الله مقسوم از منبر بلند تمام وکیلان را به آن دعوت کرد که برای وسعت بخشیدن کشت و زیاد نمودن استحصال پخته در وادی وخش چاره و تدبیرهای مشخص اندیشیدن ضرور است. باید ما طرز کار کنیم که در تأمین استقلالیت پخته دولت بزرگ و پهناورمان سهم گذاریم. از این رو وظیفه عمده‌ترین حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای نزدیک از آن عبارت است که زمین‌های کشت پخته را به 166,000 هکتار رساند. برای اجرای این وظیفه مسئله به کار انداختن زمین‌های نو و به آن کوچانیدن دهقانان کم زمین و بی زمین باید حل خود را یابد. اگر نمایندگان محلی حاکمیت و مسئله تطبیق تدبیر مهاجرت داخلی اهمیت لازمی ندهند و برخی از آنها ضد این چاره‌بینی عمل کنند، این چنین معنا دارد که ایشان مقابل نقشه و وظیفه های اجتماعی اقتصادی دولت و بهتر نمودن شرایط زندگانی دهقانان کم زمین و بی زمین می باشند. انجمن چهارم شوراهای تاجیکستان برای سرعت گرفتن ساختمان انشاءات آبیاری وقت تکان جدی وارد نمود. انجمن با پیشنهاد رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نصرت الله مقسوم درباره ساختمان وخش تصویبنامه قبول نمود و در آن اهمیت بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتن این انشاءات عظیمی دور مخصوص تأکید شد. با پیشنهاد مقامات عالی جمهوری تاجیکستان انشاءات وخش در قطار ساختمان‌های مخصوص و ضربدار مملکت پهناور شوروی داخل و برای بنیاد آن در سال 1931 20 میلیون سوم جدا کرده شد. کمیته اجرایی مرکزی و شورای کمیسران خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان 16 نوامبر سال 1932 درباره مهاجر کردن به وخش تصویبنامه قبول کردند. در اساس این تصویبنامه در نوبت اول ساختمان که تیر ماه سال 1932 آغاز می گردد 20,000 هکتار زمین مورد استفاده برای قرار داده شد. طبق نقشه در میدان 4,500 هکتار سفخازهای نوی پختکاری تشکیل می شد و 15,000 هکتار زمین را برای ساختن دیه و شهرک‌های نو جابجا نمودن مهاجران کشاورزی نو جدا نموده بودند. در دوام 2 سال آینده کوچانیدن 5,000 خواجگی به نقشه گرفته شده بود. 1000 خواجگی در سال 1932 و 4,000 خواجگی در سال 1933. شنونده های گرامی، شما рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 23-ум.